16 آذر برگ درخشانی است در تاریخ جنبش دانشجویی و یکی از مهمترین مراحل مبارزه دانشجویان با استعمار، استکبار و استبداد است. بسم الله الرحمن الرحیم. دوست دارم حرفمو با سلام بر هاشمی و درود بر خاتمی شروع کنم. مگر می شود ما از دموکراسی حرف بزنیم و از ملت صحبت نکنیم؟ ملت چه جایگاهی در دموکراسی داره؟ ملت یه ایده مدرنه. ملت نه گروه مذهبیه، نه گروه قبیله‌ایه، نه گروه محصور بین مرزها. ملت با آرمانش شکل میگیره. یک ملت واحد خواهد بود که آرمان مشترک داشته باشد. اگر اکثریت به اشتباه نه بگویند، باید پذیرفت، باید مشروعیت حکومت اسلامی زیر سوال بود. شما نمیتونید هیچ حکومتی رو پیدا کنید، هیچ حکومتی رو نمیتونید پیدا کنید که تشخیص نوع حکومت اون به عهده مردم باشه الا حکومت جمهوری اسلامی. داریم اساس ما قانون اساسی است، اساس ما امام است، اساس ما وصیت‌نامه امام است، اساس ما چارچوب‌های کلی نظام در جمهوری اسلامی است. هر حکومت یه چرخ اقتداری داره. این چرخ اقتدار تو حکومت‌های غربی به صورت نامرئیه، یه نخ نامرئیه، ولی این تو جمهوری اسلامی به صورت کاملا مشخص و واضح و مرئیه و ما به این نخ مرئی جمهوری اسلامی افتخار میکنیم و افتخار میکنیم که ولایت فقیه به این مسئله افتخار میکنیم و نیازی به توجیه کردن و کتمان کردن و به هر حال سرپوش گذاشتن این هم نداریم. نماینده تجربه رأی نمیاره، نماینده برنامه رأی نمیاره، نماینده کار گروهی و مشارکت جمعی رأی نمیاره و شعار عوامگرایانه و بهتر بگویم عوام فریبانه رأی میاره. و اگر وقتی دولت میاد با گفتن اینکه یارانه شما میکنم 250,000 تومان اراضی ملی بهتون تقسیم میکنم، داره بر طبل پوپولیسم. که سال 88 وقتی با 11 میلیون اختراق باختن، ریختن تو خیابونا، 8 ماه کشور رو به آشوب کشیدن، هر کسی به خاطر اینکه چادر سرش بود ریش داشت می‌زدن، می‌کشتن و تو شبکه‌های BBC و خارجی صحبت می‌کردن. هیچ وقت اینا دم از اختلاف و اینکه مردم دست می‌کنید نمی‌زدید. حالا اومد اینجا میگه که شما باختید ما بردیم، نوش جونتون، شما بردید، ما شما نبودید که بریزید تو خیابونا نمی‌دونم تداشخال آتیش بزنید. ما این که پرچم داره مقابل مبارزه با آمریکایی، نه این دوستان، ولی این دوستان راه رو دارن غلط میرن. این مش و این روش به سود آمریکا، به سود مرتجعین عرب منطقه، به سود رژیم صهیونیستیه. بشه رهبری برای ما عزیز و مقدسه. از کیسه رهبری اینقدر خرج نکنید. از کیسه و درست حالا ایشون نه ید بیضا دارن و نه عصای موسی، اما بالاخره کلید دارن، اما چرا هیچ کاری نکرد. حالا که ورقها همگی شده است، دل خسته از این همه تکاپو شده است، گیریم کسی کلید را پیدا کرد، در حال جهان قفل از آن سو شده است. اینقدرم شجاعت داشت بس هیچ وقت بچه حزب اللهی که تو رو داره من وایسن، اما شما شجاعت رو ندارید. ما میگیم با اونی که تو روستاست و از رسانه و از اطلاعات دوره بازی نکن. آقای احمدی فر نمیبینمت. ما ولایت فقیه رو قبول داریم. بنده کاملا مطیع و زیر پرچم ولایت هستم. شاید از شما نشد، صداشو در نمیارم. جناب آقای تقوی
محتوایی. اگر ما رهبری رو قبول داریم در همه جا باید ولایت مدار، نه تنها ولایت پذیر، ولایت مدار باشیم. آنجا که رهبر رو میگن، بیان میکنن صریحا که فتنه 88 رو فراموش نکنیم. فتنه‌گران خائنین به مملکت هستن، نه بزرگان مملکتی. یکی این تشکر میکنم از خانم حمید در مورد اینه که شما برادران و خواهران بسیجی که دم از شهید و شهادت میزنید و شاید بهتره بگم که دانشگاه رو با گزارش شهدا اشتباه گرفتین. 88 با خانواده شهید باکری و شهید همت در خیابان‌ها چه کاری کرد؟ آیا آقایون سال 88 به اصل ولایت فقیه پایبند بودن؟ میگه که خانواده شهید همت مثلا کتک خورده. آقا قبول دارم مثلا اشتباه کرده، اون احمقی که همچین کاری رو با خانواده شهدا کرده، احترامشون واجبه. خب ولی چرا خود شهید رو مد نظر قرار نمیگیریم؟ شهید میگه ولایت فقیه، شهید میگه قانون اساسی، شهید میگه خط امام. من یه جمله میگم از سید شهیدان اهل قلم، شهید مابینی تو برنامه روایت. روز این مردمن که چراغ راه روشنفکرانن. شما تازه ادعا دارید که میخواهید مسائل مردم را حل کنید. مسائل خودت را حل کن، مسائل مردم پیشکش. غربی نه غربی به معنای عدم رابطه نیست، به معنای عدم الگوبرداری منطقی و بیچون چرا. این دوستان که اومدن اون اتفاقاتی که بعد از دکتر روحانی از نیویورک اومدن، اون اتفاقاتی که بسیج دانشجویی دانشگاه تهران متاسفانه برخلاف شأن دانشجوی مملکت ما برخورد کرد و اونطور در برابر دکتر روحانی موضع گرفت. فقط من یاد یه بیت شعر میافتم، یه گر چرخ به کام ما نگردد، کاری بکنیم تا نگردد. کسی میخواد بیاد مثلا فرمایش خوبیه. من همینو گفتم، هر کس حضرت علی علیه السلام اسلام رو قبول داشت، شما جمهوری اسلامی رو عوض کردید. جمهوری ایرانی یعنی سبز بنی امیه. اون اتفاقاتی که بسیج دانشجوی دانشگاه تهران متاسفانه برخلاف شأن دانشجوی مملکت ما برخورد کرد. اگر چرخ به کام ما نگردد، کاری بکنیم تا نگردد.